آقا شما که مهاجرت میکنی برادر جان، این چرخ هواپیمای بی صاحب بزنی فرودگاه ما، بچسته در کونه هواپیما، بعد شروع بکنی نو پرابلم نو فلان. خانومه به من تکس داده 3 روز 4 روز زیر دایرکت بالا، دیشب رفتم خوندم زده که are you there or turn on my homework. زنگ زدم به آرش 40 سال آمریکاست، گفت آقا من اصلا نمیدونم معنیش چیه. به برادرش سوئد زنگ زدم، گفت آقا من نمیدونم چیه. به خود دختره وایسادم گفتم آبجی جان چی میگی؟ با همین صدا قبلا سلام من دبی هستم، میگم تکلیفم رو روشن کن. بهش گفتم خواهر باسه turn on your homework مشق دیکته رو میگن. من میگم این یه ذره آبرویی که برای مملکت مونده رو از دست ندیم، از بین نبریم. ما خودمون 780 میلیون ایرانی همین فارسی صحبت بکنیم نو پرابلم، همون نو پرابلم شما ولش کنین دیگه. این